حالا با تمام وجودم باوری کامل دارم که با دستگیری مدیریت مکتبمون این لایحه رو انکشاف میدهیم و به اوج اعلا میرسانیم. این را زود خاموش کن. ایستید اکا جان. هیچ من و شما یکدیگر را نفهمیدیم. در را من خودم میکشویم. مرا کمی انتظار شوید. کمی پس میآیم. بسیار انتظار نمیکنم. بایلش. من در آینده دیگرگونی میخواهم. کمی فرقیت شود. من بعد نمیخواهم که در صحنه روشنی زیاد و از دو طرف تماشابینان باشند. قادر، خوش آمدی. کمی تنفس میکنیم؟ البته. اگر در وقتی ناموافق آمده باشم من... نه بیا بشین. مرحمت. مایلش. با نزدت برای کمک پرسی آمدم. در چی باره؟ میدونی در شرکتی پدرم من به کار شروع کردم. یعنی انیخترش پدرم هر دوی ما را به یک لایحه داخل کرد. در اصل نیتش بین ما صلح جاری کردن است، یعنی آشتی کناندن فرزندان، اما من میخوام که کارم را به درجه اعلی اجرا کنم. فهمیدم. بگذار که همین فعل شود. این طور باشد سر میکنیم. میشود. من اختصاصی مهندسی را ختم کردم. یعنی استحصالات را میدونم، اما من آرایشات را باشد آنقدر هم نمیفهمم. یعنی صفر است. خدا خواهد آرایشات را با دستگیری تو پشت سر کنم. یعنی به من کمی کمک کنید. شرمنده نشده این کار رو اجرا میکردم. من روزهای آخر خیلی سرکارم و این کاری مود کمی... فهمو. بخشش این فکری من بیعقلانه بود. نه تو خطا فهمیدی. من گفتنی بودم که بیگاه خالی میشوم. این برای تو موافق است؟ میشود. یعنی این خیلی باشد؟ این بیگاه میتونیم سر کنیم. با من حجت ها رو گذار. من از نظر میگذرانم. فهمو. حجت ها در اینجایند. چقدر ایخوی از نظر گذارم. خوب. پس من دیگر وقتی تو رو نمیگیرم. فهمو. باز در علاقه تلفن. خوب. بعدتر صحبت میکنیم. تا باز دید. اجه سلامت باش. تو در اینجا چی کار میکنی؟ ای خدا، هر کجای مرا بینی در اینجا چی کار میکنی میگی؟ این سوال به دلت نزد؟ به خدا به دلی من زد. جواب ده. تو در اینجا چی کار میکنی؟ من بندم. او در اینجا چی کار میکند؟ به فکرم برای این را پرسیدن ناآمده ای. اجه من اینجا برای جنگ کردن نآمدم، برای عذر پرسیدن آمدم. باز از تو یاری طلب کردنی بودم، اما میبینم که بعضی ها نظر به من بر وقت‌تر آمدند. بیهوده خود را خسته کردی، چون که من نمیدانم با کدام روی به اینجا آمدی. اجه عذر میپرسم. بله خطا کردم، رفتم، یگان چیز نشد. باز چیکار کنم ای دختر؟
من الکی به خودیر وعده دادم که کمک میکنم. تو باشی به نزد دوست داشته نباید رو. او به تو با جان و دل کمک میکند. آیا سببگار این رسواگی چیچک است؟ حادثه های رخ داده به چیچک علاقه ندارد جناب مدیر. این کارهای شده چقدر بد باشد هم خودم گناهکارم. تو چی میگویی چیچک؟ یگان سخنی گفتنی نداریم. من یگان کاری خطا نکردم. این مکتب با تو شانس دویم رو داد، اما برگردانیدنش را نیز میداند. یا به قاعده مکتب رعایت میکنی یا اینکه من چاره‌جویی میکنم. من به کارهای شده علاقه ندارم. معلم حضرت هم گفتن. تو با بیرون برو چیچک. با چیچک مناسبتی حساس داشتنتان را میدانم خانم اسرت، اما من به چنین کارها اجازه داده نمیتوانم. شاید نیتی حمایه چیچک را دارید، اما بار دیگر چنین حادثه تکرار شود مجبور میشم که هر دویتان را از مکتب خارج کنم. با خبر باشید. به شما وعده میدهم که بار دیگر چنین حادثه تکرار نمیشود. باور کنید. فهمو میتوانید بروید. وقتی این کارو میکردی شرم نداشتی؟ من برای چی شرم کنم؟ تو در نزد همه لباست را برآوردی. تو شرم کن. قسم میخورم که به کرده جواب میدهی. جزایت رو میگیری. خیر، پگاه روزی بزرگ است ها؟ جناب عزیز جان، این کارات کمی بسیار نیست مگر؟ بشین. نه من همین خیلی خوبم. تمیر بشین.